فصل اول. حقیقت تکان دهنده درباره توانگری. حقیقت تکان دهنده درباره توانگری این است که توانگر بودن کاملا درست است، نه نادرست. راسل اچ کانول در سخنرانی‌های مشهورش کرورها الماس تاکید می‌کند مجبورید ثروتمند باشید، زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتماً بد اقبالی است و بدبختی مضاعف، آنکه به همان اندازه که میتوانید فقیر باشید میتوانید ثروتمند گردید. این وظیفه بیچون و چرای ماست که از راه‌های شرافتمندانه ثروتمند شوید و البته راه شرافتمندانه تنها راهی است که به سرعت ما را به سوی ثروت میکشاند. توجه کنید که واژه ثروت به معنای برخورداری از وفور نعمت و همچنین زندگی غنی‌تر و رضایت بخشتر است. همانا میزان آرامش و تندرستی و شادمانی و فراوانی شما میزان توانگری شما را نشان می‌دهد. برای رسیدن به این هدف راه‌های شرافتمندانه‌ای وجود دارد که انجامشان آسان‌تر از آن است که اکنون بتوانید تصورش را نیز بکنید. این هم یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است. چند دهه پیش بازرگانی پیش بینی کرد که رهبران آینده ناگزیر باید بیشتر توجه خود را معطوف کمک به پیروان خود کنند تا بتوانند مسائل اقتصادی و مشکلات شخصی زمان حال خویش را حل کنند و کمتر متوجه گذشته مرده یا آینده به دنیا نیامده باشند. بدون شک از این راه از گذشته مرده و آینده به دنیا نیامده تان نیز مراقبت خواهد شد. باید آرزومند توانگری باشید. شاید بزرگترین ضربه‌ای که در آغاز سخنرانی درباره توانگری بر من وارد آمد این دریافت بود که بسیاری از کسانی که به سخنرانی‌هایم می‌آمدند هنوز اندر خم یافتن راه حلی برای آن تعارض قدیمی بودند که آیا باید آرزومند توانگری باشند یا نه. البته که توانگری می‌خواستند. هر انسان متعادل و بهنجاری آن را می‌خواهد. منتها در خفا مردد بودند که آیا از دیدگاه معنوی نیز باید طالب آن باشند یا نه. بازرگانان و بیشتر کاسبکارانی که در سخنرانی‌هایم شرکت می‌کردند از اینکه جویای توانگری بودند احساس گناه می‌کردند. اگرچه هر روز در جستجوی توانگری سخت می‌کوشیدند. معلوم بود که هنوز این سوال در ذهنشان مطرح است که فقر فضیلت معنوی است یا نقصانی مشترک و معمول. تعارض اندیشهشان در امورشان جلوه‌گر می‌شد و هر اندازه نیز سخت می‌کوشیدند تلاش‌ها را که در راه کامیابی به انجام می‌رساندند خنثی می‌کرد. پس از چندی بر من آشکار شد که باید در این باره عقاید جسورانه و تکان دهنده‌ای ابراز کنم تا باورهای محدود کننده‌ای که موجب شده بود این اشخاص به زندگی بخور و نمیر قناعت کنند خنثی شود. در نتیجه چند سخنرانی را به توضیح درباره رابطه الهی میان انسان و میزان توانگری او اختصاص دادم. پس از ضربه‌های آغازین این مردمان نیکو چه آسودگی خاطر و شادمانی ژرفی یافتند که دیگر لازم نیست برای طلب توانگری احساس گناه کنند. تازه آنگاه بود که توانستند ثمرات وصل شده را در مدت زمان کوتاهی تجربه کنند. از آن زمان تا کنون در سخنرانی‌هایی که در سراسر کشور کردم و همچنین در مشاوره‌ها و مکاتبه‌های خصوصی بسیاری درباره این موضوع و در مصاحبه‌های رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها دریافتم که این اعتقاد همچنان به قوت خود باقی است. مردمانی نازنین را می‌بینم که ظاهراً سردرگم این مسئله‌اند که آیا باید توانگری را موهبت معنوی پنداشت یا نه. اما وقتی به آنها نشان داده می‌شود که توانگری حتماً موهبت معنوی است، چه آسایش خاطری می‌یابند.
پس دگربار به تأکید میگویم که توانگر بودن کاملا درست است، نه نادرست. بدیهی است که اگر فقیر باشید نمیتوانید احساس شادمانی و خوشبختی کنید. وانگهی لازم نیست فقیر باشید. فقر گناه است. فقر جهنمی زایده کور و انسان در برابر نعمات بیکران خدا برای آدمی است. فقر تجربه ناپاک و آزارنده و خار کننده است. در واقع فقر نوعی مرض است و در موارد شدید نشانه جنون. فقر سبب می شود که زندانها از دزدان و جنایتکاران پر شود. فقر انسانها را به سوی اعتیاد و فساد و فحشا و خودکشی سوق می دهد. از کودکان پاک و با استعداد و باهوش مجرم و بزهکار می سازد. باعث می شود مردم به کارهایی دست بزنند که اگر فقیر نبودند به فکرشان هم خطور نمی کرد. کمونیسم که یکی از نهضت‌های خفقان‌آور امروز است، از فقر ناشی شده است. بیشتر دولت‌هایی که به کمونیسم رو آوردند معمولاً به دلایل اقتصادی چنین کردند و این نظام راه حلی برای امنیت مالی پنداشتند. عواقب معصیت‌بار فقر بی انتهاست. به این دلیل در مقام یک کشیش وظیفه خود دانستم که تا آنجا که در توان دارم به یاری مردم بشتابم و به آنها بیاموزم که چگونه گناه فقر را از زندگی خود ریشه کن کنم. پزشکی را میشناسم که میگوید اگر مشکلات مالی نبود مطب او همیشه خالی میماند. زیرا بیشتر مردم به علت نگرانی و فشار و تنش مالی بیمار می شوند. او می گوید بیشتر بیمارستان‌های روانی پر از بیمارانی است که سالها زیر فشار مالی بودند و این تنش ذهن و جسم آنها را از کار انداخته است. چنین برآورد کردند که 9/10 بیماری‌های انسان ناشی از فشار و محنت و نکبت زاییده از فقر است. بیایید این اندیشه را که فقر از فضایلی است که یک سره کنار بگذاریم. فقر گناهی معمول و مشترک است. اگر با تنگنا و تنگ دستی زیسته اید در تباهی به سر بردید. این نیز یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است. اما لازم نیست به زندگی در تباهی مالی ادامه بدهید، زیرا این مسئله راه حل دارد. کتاب مقدس سرشار از وعده‌های غنی و شکوهمند درباره توانگری است. این حق انسان است که توانگر و دولتمند و صاحب همه نعمت‌ها باشد. زیرا انسان فرزند خداست و توانگری میراث الهی اوست. آفریدگارتان شما را توانگر می‌خواهد. این نیز یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است. وانگهی اگر توانگر نباشید نه به درد خودتان می‌خورید نه به درد دیگری. انسان که نخواهد توانگر باشد نابهنجار است، زیرا زندگی بدون توانگری نابهنجار می‌شود. بدون غذای درست، لباس راحت، کاشانه‌ای گرم و نرم و رضایت از شغل دلخواه یا بدون آسایش و بازآفرینی چگونه میتوان در عرصه مادی به تمامی و شادمانه زیست؟ اگر زندگی انسان در عرصه ذهنی عاری از فعالیت خلاق باشد، بدون کتاب یا بدون فرصت برای کامجویی از دانش و فرهنگ، بدون لذت از موسیقی و هنر، بدون پول یا مجالی برای سفر و سایر فعالیت‌های فرهنگی مشابه، زندگی ذهنی او نیز ناقص می‌ماند. اگر آدمی در عرصه معنوی فرصتی برای تفکر، مراقبه و مکاشفه و دعا و مطالعات معنوی نداشته باشد، در این عرصه به کمال نمی رسد. حالانکه توانگری در هر سه عرصه مادی و ذهنی و معنوی برای کمال انسان ضرورت دارد. هیچ
عذر و بهانه‌ای را برای کنار آمدن با تنگ دستی یا پذیرفتن آن به صورت وضعیت دائمی قبول نکنید. صرفاً به این دلیل که می توانید کارهای نیک بسیار به انجام برسانید. نخواهید توانگر شوید. دلیل اصلی این که می خواهید توانگر باشید این است که باید توانگر باشید. از آنجا که پسر پادشاه یا فرزند خدا هستید، توانگری حق مسلم شما و میراث الهی شماست. دلیلی ندارد که توانگری را از زندگی معنوی خود جدا بدانید. لازم نیست در دو عالم زندگی کنید. 6 روز هفته را بدوید و روز هفتم به خدا فرصت بدهید تا نشانتان دهد که چه میتواند بکند. هر روز هفته و هر لحظه که خدا را به چشم پدری دولتمند و پرمحبت بنگرید که وضع شما را میفهمد، احساسایتان را درک میکند و نسبت به همه امور شما علاقه‌مند است و مراقب جزء زندگی شماست. درباره همه کارهایتان، خواه امور مالی و خواه سایر امور، هدایت او را جویا شوید و فرمان الهی او را بطلبید. آنگاه از بهبود دلپذیر همه جنبه‌های زندگیتان به شگفت خواهید آمد. وعده الهی این است: همه چیز از آن شماست. همه چیز از آن شماست. روانکاوی اخیراً به من گفت که دریافته است که علت عمده شکست‌های مردم تعارض درونی آنها درباره این مسئله است که آیا موفقیت از نظر الهی مقدر است یا ملعون. مثلا بسیاری از بیمارانش مدعی هستند که شکست از نظر معنوی بیشتر از موفقیت مقبول و مورد تایید است. آنگاه برای اثبات عقیده خود این گفته عیسی مسیح را نقل قول می کنند که محال است که خدا و ممانا را خدمت کنید. آنگاه روانکاو باید ساعتها این مسئله را برای بیمارانش توضیح بدهد که چشم دوختن به پیروزی و کامیابی خدمت به ممانا نیست و آنها نباید از خدا به عنوان عذر و بهانه‌ای برای شکست‌هایشان سود جویند. در فرهنگ لغت واژه ممونا ثروت و دولت و جیفه دنیا و مال پرستی و رجحان جهان مادی بر همه چیز توصیف شده است. خادمان ممونا کسانی هستند که خدا را از امور مالی خود بیرون می‌نهند و تنها به پول می‌اندیشند و به گردآوری مال و منال می‌پردازند. هرگاه دریابید که این خواست خداست که توانگر باشید و به عنوان خالق این عالم غنی سرچشمه توانگری شماست، آنگاه مال پرست نمی شوید و از توانگری برای خود بت نمی سازید. شما صرفاً از منشأ همه موهبت‌ها و برکات خود میراث غنی و بیکران خویش را می طلبید. آنجا که خدا به موسی گفت خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی. گرایش درست معنوی نسبت به توانگری را خاطر نشان می ساخت. واژه ثروت یا تمول و دارایی به معنای زندگی شکوهمند است و این همان چیزی است که متفکر توانگر باید برای حصول آن بکوشد و آن را حق معنوی خود بداند. چه بسا شما نیز جمله‌ای را به خاطر آورید که من نیز در زمان کودکیم بسیار می‌شنیدم. فقیرم اما مسیحی خوبی هستم. اگرچه خود به خانواده‌ای تعلق دارم که چندین کشیش تحویل جامعه داده است. هرگاه آن جمله را می‌شنیدم مو بر اندامم راست می‌شد که چرا مسیحیان یا گروهی دیگر از آدمیان باید فقیر باشند. خدا که فقیر نیست و او پدر مهربان همه ماست. مفهوم دیگر آن جمله این بود که اغنیا محکومند که به جهنم بروند. از سوی نمی‌توانستم بفهمم چرا ثروتمندان صرفاً به دلیل تمول خود باید به جهنم بروند. این گونه استدلال و استنتاج به نظرم غیر منطقی و بی ربط می آمد
وقتی کشیش شدم برای اینکه خیال خود را از این بابت آسوده بکنم به بررسی دقیق کتاب مقدس نشستم و رابطه‌اش را با فقر و تعالیمی که درباره توانگری میداد مطالعه کردم. از این کشف دلپذیر که کتاب مقدس بزرگترین کتابی است که تاکنون درباره توانگری نوشته شده است به وجدی شگفت درآمدم. کتاب مقدس به روشنی نشان می‌دهد که با در پیش گرفتن یک زندگی بخور و نمیر نه موجب رضای خدا می‌شوید نه موجب رضای خودتان. کتاب مقدس از سرآغاز توصیف عالم غنی است که برای آدمی آفریده شده است. پایان آن نیز وصف نمادین فردوس به غنی‌ترین واژه است. بیشتر شخصیت‌های بزرگ کتاب مقدس یا عیانزاده بودند یا توانگر شدند یا هرگاه که نیازی پیش می آمد به ثروت‌های بیکران دسترسی داشتند. در عهد عتیق افرادی چون ابراهیم، یعقوب، یوسف، موسی، داوود، سلیمان، اشعیا، ارمیا، نحمیا و الیاس را می توان نام برد و در عهد جدید اشخاصی چون عیسی و پولس را. زندگی و تعالیم عیسی نشان می‌دهد که او به قوانین توانگری وقوف کامل داشت. از همان بدو تولد حکیمان به او هدایای نفیس پیشکش کردند. اگرچه گفته شده عیسی مسیح فقیر بوده و حتی جایی برای خفتن نداشت. در شهر ناصره صاحب خانه و کاشانه بود و در فلسطین نیز در همه خانه‌ها از فقیر گرفته تا غنی به روی او باز بود. نخستین معجزه‌اش تبدیل آب به شراب و هدیه آن به مرد صاحب خانه در جشن ازدواجی بود که بی تردید او برای سیر کردن هزاران نفر در صحرا قانون توانگری را به کار بسته. در باب 25 انجیل متی حکایتی مردی گفته می شود که عازم سفر بود و اموالش را میان غلامان نیک متدین و غلام شریر بیکاره خود تقسیم کرده بود. به راستی که درسی نیکو برای توانگری است. پایان بخش اول فصل اول.